العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمین. الان ما در یک مسجد قرار داریم، الان مسجد قبا و اینجا جای قبول دعا هست. دعا میکنن در حق برادرانی که در شهر یکوتیا مسجد ساختن، مسجد هم دست پرآمد. خداوند در هر یک درهمی که اونها صرف میکنن خداوند باز فیض و برکت چه عطا می‌فرماید و چه مراد و مقصدهایی که داره برآورده خیر بگرداند و خداوند اون مسجد آباد کند، در اون نشاید که از قاری‌های قرآن و یکی از جایهایی باشد که برای انسان‌ها منفعت بیارد. هر برادرانی که در این خنکی نگفته گرمی نگفته در اونجا برای آبادانی مسجد خدمت می‌رسانند. خداوند چی مراد و مقصدهایی که در دل داره برآورده خیرشان می‌گردد. اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و طاعتک. اسلام خداوند خودشان فرزنداشون از تمام بلاها و آفت‌ها نگهدار باشه و خداوند به خانه خودش آمدن و به زیارت حبیبش آمدن نصیب روزی می‌دهد. الله